اینجا و در بونیتو چشمه آب شیرین از زیر زمین قلقل کنان بالا می آیند. به سبب وجود سنگ آهک حوضچه های آب زلال و شفاف درست می شود و ماهی های خارق العاده در آنها زیست می کنند. پیراپوتانگا آب اونقدر زلال است که آنها به راحتی از آنچه بالای سطح آب رخ می دهد باخبرند. میمون شنل پوش کاکولی در آن بالا قرار دارد و به دنبال غذاست. ماهی های پیراپوتانگا با دقت آنها را زیر نظر دارند. هر جایی که میمون در خط ساحل حرکت می کند ماهی هم او را تعقیب می کند. میمون ها در تکاپوی روزانه خود برای پیدا کردن میوه رسیده هستند و ماهی ها نمی توانند به تنهایی آنجا را پیدا کنند. پیدا شد. خوشبختانه میمون ها خیلی شلخته غذا می خورند. هر پسماندی یک نبرد در پی دارد. یکی از اونها حکم دیدبان را دارد تا در موقع لزوم اعلام خطر کند. آناکوندا بزرگترین مار است. تا 200 کیلوگرم هم میرسند. معمولاً در آب برای شکار خود کمین میکنند. اما این ماهی نیست که آنها به دنبالش هستند. اگر میمون بیش از حد به آب نزدیک شوند با خطری جدی روبرو می شوند. دیدبان ندای هشدار سر می دهد. این دیگر باید آخرین وعده غذایی امروز برای میمون ها باشد. اما ماهی ها اکنون دانند که میوه ها کجا هستند و هنوز هم میوه های زیادی بالای درخت هاست. در آب میمون ها آنها خودشان دست به کار می شوند. شکست یا موفقیت به میلیمترها بستگی دارد. در کسری از ثانیه و با دادن یک خم به بدن بین آسمان و آب ماهی به پاداشش میرسد.